کشور ما یعنی کشور لس سانتوس یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا شده بود. به خاطر همین دشمنان زیادی داشت، اما این دشمنان امروز به خاک ما تجاوز کردن. پس امروز قرار داستان حمله رو بشنویم و اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما اون رو لایک کن. 3 ماه قبل. خب آقا من الان یه 3 ماهی میشه که اومدم توی پایگاه ارتش و اینجا هم پایگاه ارتشمونه و اینجا چند تا از سربازامون، این جکیه، اونم الکس و اونم فرمانده مونه. بچه ها آقای فرمانده چی شده؟ آقای فرمانده مثل که دشمن قراره از شرق به ما حمله کنه، اینو چند تا از جاسوسامون توی کشورشون گفتن. چی؟ سریعا دستور آماده باش و صادر کن. سری. چی؟ الکس مکس چی شده؟ قراره به کشورمون لس سانتوس حمله شه، چند تا جاسوسامون توی کشور شرقی گفتن. ای وای، قراره به لس سانتوس حمله شه؟ یعنی چی؟ چرا؟ به خاطر اینکه کشور لس سانتوس یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیاست و دشمنای خیلی زیادی داره. استیو جونم. وای بچه گاومون زایید، قراره به کشورمون حمله بشه. خب بچه من همین نیارم گذاشتم اینجا. هی استیو بیا اینجا ببینم. چی؟ بچه فرمانده صدام زد. مصورم اینم چی میخواد این فرماندمون؟ بچه اصلا هم بهمون دادن، گفتن قرار بد طور جنگ بشه آجی. فرماندمون همینجاست. جونم فرمانده هی استیو سریعا دستور آماده باش و صادر کن، چون دشمن بهمون حمله کرده و داره با موشکاش کشورمون رو از پا در میاره. چی؟ واقعا؟ سریعا دریچه ها رو ببنده و بچه ها رو اعزام کن روی برجک ها. باشه چشم. بچه ما از قبل اقدام کردیم و تمام این خونه ها رو میبینی، تمام این خونه ها رو تبدیل کردیم به پناهگاه برای مردم و اون بالا هم بچه ها رو اعزام کنم و که دیگه سریعا برم بالا. خب بچه من تمام بچه ها رو، چند تا از بچه ها رو آوردم بالا و فقط بیاین ببینین این زیرو بهتون نشون بدم که چه چیزی درست کردیم ما تو این 3 ماه که هیچ کس نمیتونه دیگه به کشورمون حمله کنه. این تونل ها رو میبینی؟ این تونل ها تماما زیرش میرسه به موشک های اتمی و در این حد کشور ما پیشرفته شده که فکر کنم از 70-80 تا بمب اتم داریم. بریم به فرمانده بگیم که بچه ها رو اعزام کردم بالا. فرمانده من تمام بچه ها رو اعزام کردم روی برجک ها و الان آماده باشیم. خیلی عالیه. تو هم برو پایین و چند تا از بچه ها هم بگو که موشک ها رو آماده کنن با تانک ها رو. باشه چشم. بچه ها ما یه تانکی درست کردیم تو کشورمون که رو دست نصب میشه و با همون قدرت تانک میزنه بچه ها. یعنی در این حد ما پیش رفته ایم. هی مکس، آقای